در پس منظر کار فعال روزانه زمستان‌های ترانسفری که علاقه یک هفته باز شده می باشد، ما دومین برنامه خود را پس از آغاز سال نو آغاز می‌کنیم. هلدینگ عربی قطر، میلیاردر ناصر الخلیفی و پاریس سن ژرمن با نیت بزرگ عملی کنی بزرگترین آرمان هزاران مخلصان PSG آینده سازی دسته رقم 1 کشور سرنگه ها را در یک جای کنی لیونل مسی و سرخیو راموس می‌بینند. سروان ریال مادرید که فرصت‌های اخیر از برای شرطنامه نو با بلانکوس هیچ رفیق شده نمیتواند، اخیراً با فلوپ پرز گفته است که در گزارش به PSG اشتیاقمند است. باشگاه پاریژی هم در نقشه آن است که در برابر دعوت راموس همچنین مسی را به دست آورد تا تیم پاریژی را پرقوت‌ترین در کل دور زمان‌ها نماید. شعر روشن است پیشوای دسته ریال مادرید سال اخیر شرطنامه خویش را در مادرید گذرانیده همکنون واریانت نوین ادامه فعالیت ورزشی را پیدا نمود، اگر البته که با جانب بلانکوس شرطنامه فعلی را تمدید نکند. بنا به اطلاع ژورنالیست ال چرینگیتو تیوی خوسه پدرولیا، راموس 34 سال علاقه در خصوص میل رفتنش به پرزیدنت ریال اظهار نموده به طور واضح میداند که در صورت گزارش به پاریژ چقدر معامله بزرگ و مهمانداری عالی را مالک می شود. شرطنامه سرخیو راموس با ریال باشد با انجام موسم فعلی به اتمام رسیده. همچنین رسانه‌ها از اشتیاق خاصه دسته گواردیولا نسبت کانور نوین فوتبالی میگفتند. اگر در خصوص محصول گفت و شنود راموس اطراف شرطنامه نوین حرف زنیم، ریال مادرید با سرخیو راموس دو واریانت ادامه فعالیت ورزشی پیشنهاد کرده است. یکم شرطنامه نوین یک ساله با حفظ معاش فعلی که 12 میلیون را در یک سال تشکیل می‌دهد و دوم شرطنامه 2 ساله با کم‌کنی مزد سالانه معاش کاری، چیزی که عموماً به راموس معقول نشده است. طبق قاعده عنعنوی ریال، تیم مادریدی با فوتبالبازان از 30 ساله بالا شرطنامه مهلتش از 1 سال زیاد امضا نمی‌کند، اما با شرافت خدمت‌های شایان راموس از برای او از چنین عنعنه گذشت می‌کنند، ولی تا حال این کار عملی نشده است. پنجمین روز گشایش روزانه زمستانه ترانسفری باشد اصلا نه تنها با افشای اسرار راموس و پرز سر شده بود، بلکه رویدادهای جالب به مثال فروشکاری‌های پریمیر او عالی‌ترین چمپیونات ملی فوتبالی را هم در بر دارد. مثلا در انگلیا نوابسته به آنکه پاریژ از تابستان خواستاری به دست آوردن دل علی شده بود و اکنون باشد پوچتینو هم آنجا پابرجاست، تاتنهام نوابسته به نبود وقتی بسنده بازیکنی علی در میدان بازیگری منتخب انگلیا را به پاریژ جواب دادنی نیست. لندنی‌ها باور بر آن دارند که علی با در نظر داشت جراحت لاسلسیا برای باشگاه لازم خواهد بود گراندی لندنی دیگر در سیمای چلسی باشد. اولیویه ژرو را در میان موسم از دسته جواب نمی‌دهد، هرچند که مهلت شرطنامه فرانسوی در تابستان انجام می‌یابد. نسبت بازیگری منتخب فرانسه باشد یوونتوس و اینتر مراخ ظاهر کردند، اما فرانسوی تنومند هم تا آخرین مهلت شرطنامه‌اش در چلسی صادق می‌ماند، می‌نویسد ژورنالیست نیکولاس کیرا. اگر در خصوص دیگرها حالا چیزی عمیق گفتن مشکل است، نفری ترک تبار آلمانی در آرسنال باشد 1 سال باز به قول آش حلال را ندیده است و از جانب ارتتا عموماً به میدان آورده نمی شود. عموماً کارهای بیرون از فوتبالی مسعود اوزیل هم خوب پیش نمی رود، به مثال آنی که موسم قبلی محض از برای عکس‌العمل اوزیل چون نشانه اعتراض بر مقابل تبعیض اویغورها در چین کشور زیر آسمانی از پخش کلی بازی‌های آرسنال دست کشیده بود. عین حال باشد رسانه‌ها از آن میگویند که مسعود اوزیل علاقه چیپته‌های سفر از انگلیا را فرمایش داده است و به پیشنهاد تیم فنربخچه راضیگی داده است. باشگاه عزادار استانبولی و همجوارش نه تنها معاش بزرگی 5 میلیون دلار در 1 سال را پیشنهاد کرده است، بلکه بهره امضاکنی شرطنامه همچنین 2.5 میلیون دیگر تقدیم می‌کند. شرطنامه با اوزیل باشد به مدت 3.5 سال امضا می شود، اگر که البته از MLS یگان پیشنهاد پرمنفعتی به دست نآید. در کشور تولید کننده پاستا و پیتزا باشد یوونتوس نیت کرده است که یک بار 2 بازیگر را از دست جواب دهد و اینها هم فدریکو برناردسکی و ادریان رابیو می باشند. لا گازتا دلو سپورت از آن میگوید که تورینیو در مورد هر دوی بازیگران نام برده پیشنهادهای کنکرتی را انتظارند. در ردیف برناردسکی و رابیو همچنین سامی خدیرا نیز تورین را ترک خواهد کرد. آلمانی 33 ساله
که در همین موسم یگان بازی در صف سیاه و سفیدان گذرانیده است با اورتون در حال گفت و شنید است. مز در زمان روبری کارلو آنچلوتی سامی در ریال پیوسته به میدان میبرآمد. احتمالاتی بزرگ آن است که خدیرا در همین زمستان دستش را عوض میکند و ممکن که به مثال خامس رودریگز خدیرا هم بختش را زیر سایه پیرکارش آنچلوتی بیابد. چطوری در برنامه پیشین هم گفتیم نسبت حمله‌آور لهستانی ناپولی تا حال اشتیاق زیادند و تیم ناپولیتانی میتواند ارکادیوش میلیک را از دست دهد. نفر که تابستان امسال انجام شرطنامه دارد، هرچند که تیم فرانسوی مارسل بهر لهستانی با یک گفته 10 میلیون و با یک گفته 8 میلیون پیشنهاد کرده است. دسته شهر ناپل این نوبت از برای حمله‌آورش 15 میلیون یورو کار کردنی است و در این باره نیز ژورنالیست نیکولاس سکیرا خبر می‌دهد میلیک باشد خود می‌خواهد تا تابستان در ناپولی بماند و اگنت او باشد لهستانی را در اینتر و یا یوونتوس جای کار دادنی است. از برای میلیک باشد همچنین امیو و تاتنهام نیز دعواگرند. نوید نوبتی باور نکردنی از لا گازتا دلو اسپورت آن است که اندریا پیرلو می‌خواهد فابیو کوالیارلا را به یوونتوس برگرداند. کوالیارلا در صف تورینیو از سال 2010 تا سال 2014 بازی کرده بود و شرطنامه فعلی این حمله‌آور سابقه داری 37 ساله باشد با سمپدوریا تابستان به انجام می‌رسد و چطوری که میگویند یوونتوس آماده امضاکنی شرطنامه 6 ماهه با فابیو کوالیارلا 37 ساله میباشد. اما خود فوتبال باز شرطنامه 1.5 ساله را خواستار است. این بازیگر سال خورده برای یوونتوس چی منفعتی میرسانده باشد به یگان کس معلوم نیست، ولی از جانبی دیگر ممکن کل این به قول ترامپ فیک نیوز باشد. همچنین یوونتوس وضع اطراف آلخاندرو گومز را با دقت نظارت میبرد، نفری که احتمالاً آتالانتا را ترک میکند. جانلوکا دیمارسیو مینویسد که با خاطر گومز تورینیو تیارند که برناردسکی را فروشند. راستی از برای آلخاندرو همچنین اینتر و پسژ هم دعواگرند. هرچند که پرتغالیا هم وقت به جهان استعدادهای عالمگیر تقدیم نکرده باشند، رویدادهای ترانسفری نیم جزیره پرینه باشد همه وقت در اسپانیا جالب‌ترند و این نوبت پریمیر اسپانی چنین میگوید: دیوید آلابا با طلبات‌های بزرگ پولی خود طور همگان را گرنگ نموده که نخست باواریا را ترساند و سپس بارسلونا از قطار برآمد و این هم معلومات خودی مارک است. این نوبت باشد پس از طلبات‌های بلند پولی آلابا رئال مادرید هم خود را به قول قفا کشید. گول می نویسد که دیوید از مادرید معاش زیادتر از راموس را خواستار شده است و این هم 13 میلیون یورو پس از پرداخت‌های اندازی می باشد. رئال باشد تنها آماده پرداخت 10 میلیون یورو در یک سال است. خلاص که با چنین اشتیاقی بلند پولی در چنین دوران مشکلی بحران مالیوی آلابا را کدام از دستا قبول میکند؟ البته که پیشگویی کردن خیلی مشکل است. رقیب ازلی دسته مادرید در بارسلونا خود مختار باشد. این مورد جرأت پیدا نمود که دستپروری خویش را در دسته نگاه دارد و اینجا البته که گپ سری ریکی پوچ می رود. موندو دپارتیو بر آن است که فوتبال بازی 21 ساله شرطنامه کاری تا سال 2023 تمدید نموده مبلغ خریداری من بعدش باشد 100 میلیون یورو را تشکیل داده است. پیشتر باشد خبر داده می شود که پوچ با رونالد کومن جنجالی شده میخواهد دسته را در همین زمستان ترک نماید، ولی چطور دپارتیو انیق کرده است گپ و کار همه راه حلش را یافته است. در این میان بارسلونا نیم حمایتگر پرمهارتی خویش کارلوس آلنیا را در نیمه دوم موسم به خطافه فرستاد. کارلوس آلنیا با همین باقی مانده بازی موسمی را با پیرانهای خطافه جنبست میکند. یک چیزی دیگر از رئال مادرید آن است که زمستان لاس بلانکوس تغییرات بزرگی کادری انجام دادند و این هم در حالی است که در برنامه پیشین ما در خصوص صفر فروشگاه‌های رئال در همین میان موسم گفتیم. طبق معلومات‌های باز همان موندو دپارتیو مادریدیا می‌خواهند از ایسکو، آلوارو دریاسولا و لوکا یوویچ خلاص شوند. از میان فوتبال بازان نام برده تنها ایسکو یگانه فوتبال باز است که خود خواستار ترک نمودن دسته کرده بود. نسبت حمله‌آور سربی تا حال نادرکاری رئال باشد، تیم سابقش آینتراخت از فرانکفورت و همچنین تیم از انگلیا و ایتالیا توجه کردند. آخری گپ همین که رسانه‌ها در خصوص نقشه‌های آینده سازی رئال مادرید هر چیزی راست و دروغ نوشتن می‌گیرند. همون وقت نشان خواهد داد که ما پیراهن نشانه رئال مادرید را در تن کدام فوتبال باز می‌بینیم و کدام از آنها به سمت دیگر می‌روند. فوت مرکاتو باشد از آن میگوید که اتلتیکو چون عوض کننده دیگو کوستا حمله‌آور لیون موسی دمبله را خریدنی است. سرچشمه انیق کرده است که دیگو سیمیونه این فرانسوی 24 ساله را در حقیقت دیدن و او تا آخر موسم به اجاره گرفته می شود.
و المپیک لیون باشد موسی دمبله تابستان سال 2018 از سلتیک برای عوض 22 میلیون یورو با امضاکنی شرطنامه 5 ساله آمده اصلا وقت هنرنمایی در صف سلتیک شتلندی بهترین جایزه‌های داخلی شتلندی را مالی خود کرده بود. کشوری تولید کننده صفات باشد این مورد در خصوص گپ و کلاچوی ترانسفری از باواریا صدا بلند میکند و گفته می شود که ماشین سرخ آلمانی را بازیگر اسپانی خاوی مارتینز ترک خواهد کرد. راستی گپ اینجا سری وقت می رود که مارتینز خیرباد و باواریا را زمستان انجام می دهد و یا تابستان را انتظار می شود. اسپانی 32 ساله را نیز انجام یابی شرطنامه نزدیک بوده میونخنیا شرطنامه‌اش را تمدید کردنی نیستند. بنا به معلومات‌های کیکر خاوی دو واریانت ادامه‌دهی فعالیت ورزشی دارد، باشگاه سرپول از چین و اتلتیک خودی که برای شرطنامه نو از روی نقشه 2+1 پیشنهاد کرده است. فکر میکنم که عمر مارتینز هم در باواریا با پایان رسید و این اسپانی را بهترش با باغاج پر از جام خدمت وطن در صف تیم بلبائو خوبتر خواهد بود تا که مخلصان میهن هم در آخر مسند ورزشی از او راضی بمانند. در سنگر سرمربیگی باشد چنین تغییرات‌های میان موسمی به چشم می‌رسند. دسته اپل از انجام همکاری با مربی میک مکارتی اعلان نموده برای میستر مکارتی و یاورش تری کانو کلی بهترین را خواهان است. گفته می شود در بیانیه رسمی تیم از نیکاسیا خود مکارتی باشد اصلا وقتی کار با منتخب ایرلندیا، ساندرلند، وولورهمپتون و ایپسویچ به همگان معروف است. باید گفت که میک مکارتی در اپل تنها 2 ماه کار کرد و در این مسیر دستش 4 مرتبه پای هم دچار باخت گردیده بود. تحت مربیگری مکارتی اپل تنها 2 پیروزی به دست آورد و 1 بازی را مساوی انجام داد و 5 باخت در آمار داشت. در 4 دور آخر چمپیونات کیپر اپل یک گل به دست آورده متناسباً بازی را بر آمانیا 0-3، کرمیات 0-1، اناس 0-2 و داکس 1-2 باخته بود. تغییرات دیگری سرمربیگی این جای نوی کاری پیدا نمودن اسلاوین بیلیچ خرواتی می باشد که بیزین گوان چینایی را به عهده گرفت. سابق سرمربی لوکوموتیو و منتخب خرواتیا با همین ادامه کارنامه ورزشی در چین نموده. این متخصص 52 ساله در وظیفه سرمربیگی تیم چینایی بیزین گوان برونو ژنزیا را عوض کرد. شرطنامه بیلیچ با جانب چینایی 2 سال مهلت داشته. پیشتر باشد این خرواتی وست برومویچ را تمرین میداد اما سنه 16 دکامبر از کار رانده شد. وست بروم باشد با کسب 7 گل در 13 بازی در زینه 19 جدول پرمیر لیگ انگلیا قرار داشته. بیزین گوان در گروه بی چمپیونات دوره چین موقع دوم گرفت و با باختش در مرحله حذفی در مقام سوم جایگزین شد. علاوه بر این در اروپا چنین تغییرات‌های مهم ترانسفری شدند که از آنها کوتاه میگوییم. اگنت نیمه‌مایه‌گری رن ادواردو کاماوینگا میگوید که با ریال در خصوص گزارش بازیگر خویش در حال گفت و شنید قرار دارد اما تنها به نفع بازیگر خویش کار خواهد کرد. اگر پیشتر در خصوص ارتباط بزرگ پاریژی میلانی گفتیم و احتمالاً عوض‌کنی اریکسن و پاریدس هم وجود داشت، رسانه‌ها خبرهای کاملا دیگر را در مورد بازیگر منتخب دانیا دروغ میگویند. کریستیان اریکسن به آیاکس گزارش نخواهد کرد. فابریسیو رومانو اظهار نموده است که معلومات در خصوص اجاره‌گیری بازیگر دانیایی در کشور نیدرلندها از حقیقت بیگانه است. شما به نظرم در خصوص کریستوفر دا گراس نشنیده اید اما این شویدی 22 ساله دستپرور ارسنال لندن بوده به اجاره به ونلوی هلندی رفت و این بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. خیر تنصیحات بمانید.